اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان با سفری رسمی 2 روزه وارد مسکو شد و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کند. حکومت روسیه گفت در ملاقات طرف‌ها درباره همکاری‌های دوجانبه، مسائل منطقوی و جهانی گفتگو می‌کنند. مقامات درباره سفر جزئیات ندادند، ولی به نوشته مطبوعات روسیه اسلام کریموف از روسیه می‌خواهد در تامین و تجهیز کشورش با سلاح‌های نو کمک کند. درباره سفر اسلام کریموف به مسکو صحبت داشتم با همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیوی آزادی. سیراج الدین، از سفر اسلام کریموف به روسیه چی انتظاری ها است؟ کدام سازشنامه امضا می شود و کدام مسئله های مهم را بررسی می کنند؟ گویا گفته می شود که گویا اسلام کریموف و پوتین مسائل اقتصادی و همکاری سیاسی را مطرح می کنند و محاکمه می کنند و شاید حجت های گوناگون امضا شود، ولی چیز دقیق در دست ما نیست و نمیدانیم این در کدام مسائل و در کدام رشته ها گفتگو می شود و در کدام ساحه، یعنی همکاری های دو جانبین محاکمه می شود و چه حجت امضا می شود این را نیز نمیدانیم. ولی آن چیزی که معلوم است، ازبکستان البته می خواهد با روسیه بیشتر همکاری اقتصادی داشته باشد. مسائل قرض است، مسائل مهاجرین مهنتی هستند. تا هنوز معلوم نیست، چون بیشتر صحبت ها پس درهای بسته رخ می دهد. درباره مسائل حقوق مهاجران ازبکستانی هم صحبت ها خواهد بود، چون میلیون ها نفر از شهروندان ازبکستان در روسیه کار می کنند. 100%، چون با آمار رسمی، موافقه طبق آمار رسمی در ازبکستان، شهروندان ازبکستان اکثریت شهروندان خارجی، مهاجرین خارجی مهنتی روسیه را تشکیل می‌دهند و خود سال گذشته پس از تحریم‌های اقتصادی از طرف اروپا به روسیه، انتقال پول از روسیه از طرف مهاجرین ازبکستانی 50% کاهش یافته است و این به زندگی مردم در ازبکستان تاثیر منفی خودش را گذاشته است. و سفر اسلام کریموف در زمان صورت گرفت که وزارت عدلیه امریکا دختر او گلناره کریموف را به دادگاه کشیده است. هیچ ارتباط اینجا وجود دارد؟ به نظر من ارتباط ندارد، چون این جریان در نیویورک ماه فوریه آغاز شده بود و به فکر شخصی من هیچ ربطی با سفر جناب اسلام کریموف به روسیه ندارد. تشکر. سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.